ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, муҳтарам зодаҳои Самарқанд. ба ҳамаи шумоён кайфияти боло таманно дошта шумораи навбатии барномаи шоми Самарқандро оғоз менамоем. ассалому алайкум ҳамдиёрони муҳтарам. манати рамоҳи заринмӯ ҳам пурра ҳукмфармо шудааст дар диёри зебои мо ва мо боз дар ин бегоҳ дар ин якшоми пурфайзи Самарқанд бо шумоён дидорбинӣ карда истодем ба воситаи барномаи адаби мусиқии шоми Самарқанд. боз ин бегоҳ тавре медонед чун анъана барномаи моро бесавту суруд ҳеҷам тасаввур кардан мумкин нест. шаҳло гӯед чун анъана бо як таронаи дилангез барномаро оғоз менамоем. бисёр хуб мешавад. марҳамат. سه برگم از در بام شما جانان فقط شما را دوست می‌دارم.
ایلاقی بالا می شدم وای وای آقیلو دانا می شدم وای وای ایلاقی بالا می شدم وای وای آقیلو دانا می شدم وای وای سوختم از گرمی های اجر تو سوختم از گرمی های اجر تو کاشکی من دانا می شدم وای وای کاشکی من دانا می شدم وای وای ایلاقی بالا می شدم وای وای آقیلو دانا می شدم وای وای ایلاقی بالا می شدم وای وای آقیلو دانا می شدم وای وای سوختم از گرمی های اجر تو سوختم از گرمی های اجر تو کاشکی من دانا می شدم وای وای کاشکی من دانا می شدم وای وای آقیلو دانا می شدم وای وای کاشکی من بینندگان گرامی، ما در امروز برنامه خود درباره زیارتگاهی که با نام خوجه روشنایی به همه ما و شما معلوم است کمی هم باشد نقل میکنیم. طوری میدونید در سمرقند بسیار جایهای زیارت هست که مثلا مانند خوجه دنیار، حضرت داوود و خوجه روشنایی اینچنین خیلی هم زیادند. برای چی خوجه روشنایی مینامند و مردم ما هر روز چهارشنبه در آنجا رفته زیارت میکنند؟ برای معین کردن تاریخی همین جایهای مقدس، جایهای زیارتگاه که آیا در حقیقت آنجا جایهای زیارتگاه هستند یا اینکه نه، یا اینکه آنها در عصرهای گذشته با وجود آمدن، بنیاد شدن، یا اینکه سالهای نزدیک. برای روشنی انداختن به همین مسئله ما هم به متخصصان و هم به خود شمایان سمرقندیان به خلق عزیزی سمرقند مراجعت کردیم و ببینید که چگونه لوحه ها را تهیه کردیم. اینک مرمت یک جای تماشا میکنیم. برای چی مردم ما خوجه روشنایی را زیارت میکنند؟ بینندگان محترم، البته هر یکی ما هر هفته روزی چهارشنبه از سحری بر وقت تا نیمه روز به اینجا آمده می رویم و این مسکن را جای مقدس، جای زیارتگاه خوجه روشنایی بابا نام دادن مردم ما. و در اینجا هر یک انسانی که می آید برای آسان کردن مشکلات خود، برای اگر آنهایی که به سفر رفتنی باشند میخواهند که راهشان به خطر شود، آنهایی که کارشان قفا رفته باشد میخواهند که کارشان پیشرو شود، آنهایی که یکی یافته باشند میخواهند که همان یکی یافتهشان سد شود. خلاص هر یک برای آسان کردن مشکل خودش به اینجا می آید و ما از اینجا خواستیم که کمتر گزارش های خود، لوحه خود را تهیه کنیم و بفهمیم که تاریخ خوجه روشنایی بابا از کی آغاز گردیده است. آن شما اینجا برای چی اومده؟ زیارت موندن. دستتون به چی حاضرمند است؟ نشان تدک. آبی کشایش. اینش چیه؟ اینش هزار اسم. برای چی همین چیزا کتی اومده دم؟ وای اینجا زیارتگاه قدیم موندگی. اتو بابامو همه وقت بیان، بچه گامو بیامو مادرامو که می آمدن. پیش سر موندگی زیارتگاه. خوجه روشنایی بابا. همه وقت میریم همجا. برای بچه‌های کسب کارش و برای انا یک جا سفر بمیره، سفر کش به خطر شود کتا انا یا خیلی شکو برای کشویش کتم بیون. Aku mau cari wiper tikar coba wiper sistem. हाँ खोर पर रस्ते भाई पर शोइश खोरा मुसात तो ज़ियारत पर उम्मते همین چیز با पर रस्ते हम पर शोइश पर उम्मते من آدم‌ها میگن که در همینجا دو سه نفر مولوها شدن، همون آدم‌ها با اخلاص کردن در کار، اعتقاد چی کردن در کار؟ इखलास मुकने इखलास कदा उम्मते इखलास का नार्जी मज उनका तो दोदार अफसे खुजरश नहीं बोया مثلا شما از اینجا چی گفته رفتید حوزه؟ من هزار اسپان اوباشون کی طرف سه دیگر چی نه باباهای عزیز ما شما به چه خیلی چیزای خوانده دادن؟ قرون خوندم شما به چی طلبیدن؟ رئیس صفحه کاراتون نقشه و
به فرزند و فرزند شد همین. اصل تاریخش هم میدونید از قدیم از کی این همین؟ نه. اخو هر خیل نیت هست اخو یک خیلی کشاده شود نگون من مهم بر این چیز خداوندا زیارت میکنیم که ای خدا جان مهم بیم عمری دراز کرد رزق فراغ کرد بچه که هم نقد کرد الهی کم ایمان ما قدی همراه شد 85 در آمدم بلم پیشتر اینجا ول می آمدم خرید بس شما نبید شما پیر شدید نهاد افسده که گندم شد اینجا مونده لیکن اونجا مول می بیام عیاش گریم که خوجرش نکردی بی مشکل که شما فقط می بیام زیارت میکنم من همونجا برای چی شما من همجا با اومده؟ برای مشکل هم آسان شد رایمو کشور شد یک اونجا برفتید میشم خیلی نرویم هم کده ایستادن در کرده مسلمان شدم شما همه وقت میبینید؟ ها اومدم ایستیم چطور های شده شما اخلاص کردی میبینید؟ ها اخلاص کرد من دستتون با چی حاضر؟ آبه همین وای مشکل کشو همه سال شما چی میکنه؟ بونشه خوننگو با میتیم وای کده این همه اعتقاد و اخلاصمندی ها بی سبب نیست و این موضوع نیست به خود خواست تاریخی دارد. آیا دمله های در خود زیارتگاه نشسته تاریخ این جای ها را می دانند یا نه؟ به این سوال ما به آنها مراجعت نمودیم. الحمدلله درباره زیارتگاه ما معلومات پر نداریم ولی موسفیدای من همین گذر من این موسفیدای اهل گذر جماعت همین خیلی با اون رساندن که این زیارتگاه قدیم است. انا آدم آمده من از آب چشمه و دست روشته بعضی نیت ها طلب باشد اگر نیتشون باشد اگر همون طلب کرده از خدا گرفته میرن. اصلا چه خیلی نیت ها که آدم ها میبیان و نیت انسان‌ها هستن برای سفر و نیت سفر سوق سلامت رفته سفر گشته بیایم. انسان‌ها هست که بیمارا هستن شفا طلب هستن اومده از همینجا همین آب گرفته همین آب برده نوشیده همین سببی همین انا عزیز و علی و قدم جاشون بوده است گفته همین خیلی خدا نیت کرده طلب کرده گرفته میرن. من این سنگی که در اینجا ایستاده چه خیلی سنگی این سنگ با اون معلومات نیست یگون چیز ما در این خود من هیچی این معلومات نمیدونم. من 4 سال شده من اینجا با کار کردم لیکن این درباره سنگ اون من معلومات نرسیده تا حاضر من هیچ خبرم نیست. طوری در بالا قید نمودیم در زیارتگاه خواجه رشنایی 4 تا جای سجده کننده بوده است، یعنی دانیاربک چشمه، خواجه رشنایی، مزار مشکل کشا و زیارتگاه سید قاسم جانفیدا. من دیدم که بیرون در مزار مشکل کشا نوشتگی برای چی هم خیلی نوشتگی؟ یعنی این آدم یه زیارتگاه کردن براش بعد از زیارت مشکلشون آسان شهرستم مشکلش گفتی زیارتگاه اینجا از دوره‌های کی همین چیز وجود داره شما میدونید من یعنی قش نمیدونم لیکن پیشتر جدا کلام صبحش بگه اینجا پیشتر اوایه صبحش کلام اینجا لیکن تاریخی انیقش نمیدونم از عصرهای چه نه وایش نمیدونم اما مشکل کنه جایده انیق ولی بچه بودیم که اینجا بود. من اینجا به من دیدم که شمگیرون سن و شمگیرونی برای چی در کو خون اینم یک مسلمانی مونه و یشته عادت شدن موندگی حتی ممکن نه این باشه آتش پرستی افته میدارادیم قربان بنه است و اکنون اینجا آدمو گرم میزنن شم نیوکشه نگیانه نمیشود گفتم با میمونیم که خیلی زود نیوکشگیانه میدهش گفتم نیت کرد آدمو نیت کنیم بیان فابیان بودم دیگه هم بود میشخلیب خیلی آدمی و ما هست مون با مسلمانی با هم با خیلی گفتم میدهش موندیم. و زیارتگاه دیگری که ما آنجا روانه شدیم این زیارتگاه خواجه رشنایی بود. همجه تاریخش هم میدونید می عصرهای پیش بودیم یا که نزدیکی به پیدا شد می فقط همین درگاه با اینجا درگاه میگوید که رشنایی است. اون کسی که در همینجا قدم میموند بر روشنایی عطا میشد، یعنی ظلمات بر روشنایی بر میگردد.
اینجا فقط در وقت همین مابین جنگ ها دو پاشا در وقت جنگ کردن سری همین پاشا همینجا قربان شدگی برای همین حسن نوجوان قبرش همینجا موجود است. این رو من نمیدانم لیکن تاریخی ویهای همین خیلی بیان کردگی اما سالش هم ننوشته است کدام پاشا بوده رو هم در کتاب نوشتگی نیست فقط حسن نوجوان گفته معین کردگی. این البته روایت است. پیش از آن که به شمایان تماشابینان نقطه سنج درباره تاریخی اصلی زیارتگاه‌های در بالا ذکر شده معلومات‌های عمیق را رسانیم، برای خسته نشدن شمایان یک سرود میشنوانیم. این منزل گذرداری
وقت مرگ در ما آی و وقت مرگ در ما و وقت مرگ در ما و وقت مرگ در ما. صابر بگوید که در حقیقت همین جایهای مقدس هستند یا اینکه نه و اون جای را بسیار کس سجدگاه همچون زیارتگاه میدوند. در همین باره شما چی گفته میتونید همچون متخصص؟ حتما در شهر سمرقند باستانی ما بسیار زیارتگاه موجودند که از آن جمله با قرار ولایت 42 زیارتگاه به تصور جمعیت آنتین میراث گرفته شده است. حقیقتا هم زیارتگاه های دانیار بیک چشمه، بیبی مشکل کشا، خوجه روشنایی و سید قاسم جانفدا در حدود تومن سیاب جای گرفته. چطوری که گفتن در چشمی دانیار بیک جای گرفتند. از قدیم ایام به ما معلوم است آتا بابای ما گذشتگان ما در اینجا زیارت بکردند. این حقانی زیارتگاه است. لیکن سال 1984 با قرار وزارت ازبکستان رانا عبدالله و این جاها را زیر پا کرده ویران کردند. اون وقتا دین اسلام بسیار سخت گرفته بود. اتیستان نماندند که خلق زیارت کند. اینجا را ویران کردند، کافتکاب کردند. هر چیزی که از اینجا برآمد، سنگ‌های قدیمه، سنگ‌های قبرها، دستنویس‌ها، سنگ‌های به زبان عربی نوشته شده تا دوره ما آمده نرسیده است. برای آنکه سال 84 بعد از ویران کردن اینجا از خلق روز کرده، این همیشه ماشون بار کرده گرفته برآورده پرتافتند. لیکن بعد از که این مستقلی ما که برپا یافت، جمعیت ما تشکیل شد. حاضر در اینجا کارهای تعبیری، آبادانی و تعمیری گرفته برده شدند، کارهای علمی گرفته برده شدند. حاضر وظیفه اساسی ما تاریخ اینها را به خلق نشان دادن، نوشتن. عالمان ما کامالالدین کتایف، بردمراد امردینوف، اینتالو سوانقولوف، پروفسور ولی خجایف درباره همین زیارتگاه ها چیزها نوشته استادند که آنها را دستنوشتهشون در من کمی زیاد باشد هم گرفته ماندم. لیکن اساسی چطوری که خلق میگویند در شهر سمرقند هر جایی که شهر قدیم بود در آنجا قصر بود، شهر بود. مثلا میگه من دروازه خوجرار اساسا لیمانند گفته جمعه از اونجا سر گذاشته به دروازه سوزنگران. در قدیم ایام هر یک در پیش دروازه آن بزرگواران، آن اولیا که در همونجا زیست زندگانی کردن، بعد از وفاتشون همونجا قبر کرده، جای خواب کردگی. به این مثال دروازه خواجه اغرار یکی از دروازه‌های کلانی بوده. این دوری عصرهای 15 خواجه اغرار ولی شاگرد آن کس، یعنی زیارتگاه حاضر که ما دیده برآمدیم، سید قاسم جانفدا در پیش همون دروازه جای خواب کردند. برای همین هم از قدیم ایام که این جا همین بزرگوار بود، خلق ما مسلمانی ما روزهای چهارشنبه نیت کرده آمده همین زیارتگاه بیبی مشکل کشا، خوجه روشنایی، دانیار بیک چشمه و سید قاسم جانفدا را زیارت کرده، نیت کرده میروند. سید قاسم جانفدا یکی از شاگردان خوجه اغرار ولی. مقصد لقب جانفدا گرفتنشون جان خودشون را برای خوجه اغرار ولی فدا کردگی. وقتی که خوجه اغرار ولی کسل شده خواب، بیمار شده خواب میکردن، سید قاسم جانفدا با خدا ناله کرده. یک هفته خدا ناله کرده میگه که پیرم را جانش مانو اگر درخواست باشد من جانم را فدا میکنم میگه. با برآمده به خلق میگه و خوجه اغرار ولی میگه که من برای شما جانم را فدا کردم. و در همین مابین 15-20 روز حالتی خوجه اغرار ولی نقش شده رفته، سید قاسم حالتش وزمین شده قضا میکند. بعد از قضا کردن آن خوجه اغرار ولی وای میکنن که فرمان میدن که در پیش دروازه خوجه اغرار موقع خبر کرده همونجا گرانده شد.
آره طور خادمی جمعیت آلتون میراث صابر دورانوف نقل نمودند زیارتگاه های مذکور در موضع دانیاربک چشمه ناحیه سیاب جایگیر است که مردم هر هفته روزهای چهارشنبه برای زیارت اینجا می آیند. برای معلومات پوره گرفتن ما به رئیس جمعیت آلتون میراث یعقوب جان حضرت قلوف مراجعت نمودیم. endi bu bir murakkab joy chunki ko'plar aytadi tarixi bormi har xil gap lekin buni biz hozir erishdik juda katta bir tarixga ega chunki 100 yillar davomida bu joyga biz xalqimiz bir o'zi bir ziyorat qilib bir yengillik istaymizmi deb kelishadi ko'plar hozir bir unaqa bunaqa deyapti lekin biz hozir biz ma'lumotlarni to'play oldik mana buni hammasi nima uchun sabab bo'lgani o'sha 84-yilda o'sha Abdulla paytda bo'lgan bir bema'ni ishlar natijasida bunga katta ziyon yetgan. O'sha toshlarni olib ketib qolingan. Biz hozir toshlarni ana arxeologlar bilan birgalikda izlab o'sha ma'lum bir ma'lumot to'plashga muyassar bo'ldikki, yaqinda o'shalar bo'yicha biz bir kitob holiga to'plab o'shaning tarixini biz elimizga bir yetkazamiz yaqin kunlarda. Mana hozir Sobir aka bizga aytdilarki, ilgari bir xuddi bir qabristondek joy bo'lganda, endi avliyolar o'sha yerda turganda, keyin o'sha yerda dafn etilgan, shundaymi bu? Albatta shunday. Buni mana biz hozir tarixchi olimlarimiz bilan bo'lgan muloqotda borib o'rganish narsasida xuddi o'sha narsaga biz amin bo'lib turibmiz. Buning tarixi bor. Yaqin kunlarda biz buni hammasini aniqlab, o'sha kitob holida elimizga yetkazamiz yana bir bor. Takrorlab aytadigan narsa. Albatta. Chunki bu o'sha 100 yil oldin uni o'zini tarixi bo'lgan, o'sha yozuvlar bo'lgan, xalqimiz bejizga o'sha yerga kelmagan-ku. Shuning uchun buni tarixi ishonch bilan aytishimiz mumkin bor. Yaqin kunlarda biz buni xalqimizga yetkazib olamiz. Balki bir oylardan keyin o'sha bir maxsus ko'rsatuv qilarmiz. Hozir tarixchilarimizni bir to'plashga muyassar bo'la olmadik ilmiy kengashda. Biz birgalikda o'shani biz tarixini yaqin kunlarda yoritib beramiz. هنگامی به نوار گرفتن این زیارتگاه ما شاهد آن گشتیم که زیارتچیان از چشمه بایدش‌های به خود آورده همچون آب مشکل کشا آب می گرفتند. ما به صابرک و دورانوف چرا چشمه دانیاربک می نامند؟ در اصل این آب چشمه است گویان سوال دادیم. لیکن خلق همین خیلی افسانه کرده که یک پیغمبری ما که همون در وقت نماز خواندنشون مثلا دانیال پیغمبر گفتن به همون کافران آمده اون که سرشون رو بریدن به اون که سرشون رو گیتن طرف شاهزنده قبرستان میرن هر جایی که خونی چکیده بود در همونجا چشمه زده برآمده خلق همون یک روایت کرده برآمدگی این اکنون روایت خلق است لیکن این در حقیقت همینجا چشمه بسیار است از این چشمه خلق ما همه وقت تا حالا استفاده برده میبرن مینشن خوراکی آش میپزن از همینجا اگر رای نشد آب نشد از همین آب استفاده میبرن آب شفا مثلا دانیاربک چشمه در همون وقت در دانیاربک مزارات یعنی زیارتگاه در پستش 4 حجره بود که از اون وای حجره آبی همین چشمه میافتید دردمندان من کسل‌های عصب کسل‌های خند کسل‌های من این دولینی میگویند همون آدم پرشوی دریوزینی همینجا آب باز میکردن و از آب همین شفا یافته میرفتن برای همین این چشمه آب شفاناک است خلق ما تا حالا بدیل خود جلب کرده استفاده میبرند من دوستان ارجمند در همینجا برنامه ما با پایان رسید البته ما حرکت کردیم که در طول این چند دقیقه ها درباره زیارتگاه معلوم و مشهور سمرقند که به قبل سمرقندی ها در طرف لیمانند جایگیر شده است کجا روشنایی رفته درباره تاریخی با وجود آمدن همین جایهای زیارتگاه و من برای چی مردم ما رفته به اونجا زیارت میکنند چند معلومات ها رو به دقتتان حواله کردیم
و میخواستیم یک چیز رو خاطر رسان کنیم. شماره نوبتی برنامه شام سمرقند از دهه ارگود، یعنی از ناحیه ارگود تیار کرده می شود. حالا باشه در همینجا ما با شمایان خیر و خوش میکنیم. همیشه شامتون رو با شام سمرقند گذرانید، زیرا ما در برنامه‌های من بعد حرکت میکنیم که لوحه‌های بسیار هم جالب دقت و اون چیزهایی که نه همه ما میدونیم دسترس کرده با واسطه تلویزیون با دقت شمایان حواله کنیم. خیر، خدا حافظ. Yolda uçtular, arıyor da yolda